حالا اگه موافق باشین میخوام چند تا سوال در مورد زنده یاد امادرام پدر شما ازتون بپرسم. بفرمایید. خواهش میکنم. او که استاد امادرام که محبوب دلها و از یاران مقاومت و عضو شورای ملی مقاومت ایران بود، میخواستم برامون بگین چه خاطراتی ازش دارین و خب در رابطه با چیزی که اگر در قید حیات بود در مورد اشرف میگفت گفتین، ولی رابطهش با اشرف و بچه‌های سازمان با اشرفی ها چه رابطه ای داشت؟ حالا پدر من رابطه خیلی نزدیکی با اشرفیان داشت. خوب یادمه که اشرفیان رو بچه ها صدا میزد. پدرم بعد از پیوستنش به مقاومت از الهامی که از مبارزه اشرفیان گرامی گرفته بود آثار بسیار زیبایی ساخت که چند تا از اونها رو نام میبرم به اسم هنگام، طلیعه امید، اروندرود، سربه‌داران، ستارگان، طلایه داران که همشون با ارکسترای بزرگ سمفونی بعداً ضبط شدن. بله. من خودم خاطرات زیادی دارم، به خصوص زمانی که پدرم روی صحنه مقاومت برنامه اجرا می‌کردن. در کشورهای مختلف، در فرانسه، در سوئد، در آلمان، در آمریکا و در کشورهای مختلف برای آزادی مردم ایران روی صحنه مقاومت و خودش همیشه میگفت یک هنرمند باید همیشه کنار مردمش بایسته. اما اگه اجازه بفرمایین در اینجا میخوام یک اشاره هم به ساز پدرم بکنم. بله بفرمایید. ساز پدر من بیشتر از 40 سال بهترین رفیقش بود. 40 سال باهاش بود. همه احساساتش رو پدر من در این ساز میدمید. البته سازهای مختلفی توی خونه میزدن ولی بیشتر از همه فلوت مینواختن و در این فلوت نواختنشون یک حالت عرفانی خاصی بود. وقتی به یاد بچهای اشرف ساز میزدن یک حالت عمیق و احساسی دیگری هم که غیر قابل توصیفه به این حالت اضافه میشد که من این حالت رو البته خوب میشناختم. روزی که این ساز عازم موزه مقاومت بود من به اتاق پدرم رفتم. در جعبه ساز رو باز کردم، ساز رو در آوردم و بوسیدم و در دلم احساس گرمای خاصی کردم و گفتم چه جای خوبی داره میره این ساز، جایی که به اونجا تعلق داره. من فکر میکنم که اگر پدرم قرار بود یک کتاب راجع به زندگی خودش و سازش مینوشت دیگه به صفحه آخر کتاب رسیده بودیم که اسم خودش و اسم سازش برای همیشه در مقاومت ایران ثبت شده بود. بله، چه خاطره زیبایی رو یادآوری کردید، به خصوص که ما هم دیدیم در یکی از برنامه‌های همیاری با سیمای آزادی تلویزیون ملی ایران که مادر شما خانم فلور صدودی تماس گرفتند و همینی که الان شما توضیح دادین رو اعلام کردند که ساز زنده یاد امادرام رو تقدیم مقاومت ایران می‌کنند و چه جایی از این بهتر، چه جایی بهتر از موزه مقاومت ایران برای ساز چنین هنرمند برجسته‌ای. حالا اگه اجازه بدین شما به آثار زنده یاد امادرام اشاره کردید. در دوره‌ای که فعالیت داشتن با مقاومت ایران یکی از آثار برجسته و زیبای زنده یاد امادرام رو با هم گوش بدیم قطعه ایش رو، بعد من در رابطه با اون از شما سوال دارم. خواهش میکنم.
خانم رام شنیدیم این ترانه فروغ جاویدان آهنگ بسیار زیبا ساخت زنده یاد عماد رام هست. قبل از اینکه من ازتون بپرسم سوال این توضیح رو هم برای بیننده هامون بدم که این ترانه طی سالهای مختلف با طبع مجاهدین و اشرفی ها انطباق خاصی داشته و در مناسبت های مختلف این ترانه زیبا رو پخش میکنن. حالا من سوالم از شما مشخصا اینه که آقای عماد رام این ترانه رو در چه حال و هوایی ساخت که حالا اینقدر با اشرفی ها با حال و هوای اشرفی ها منطبقه و عجین شده؟ بله شما چقدر جالب توضیح دادین. این آهنگ رو در واقع پدر من در زمان جوانیش ساخته بود. تقریبا میتونم بگم که از حالا حدود 40 خورده سال پیش. این آهنگ اسمش فروغ جاویدان همونطوری که شما فرمودین، ولی این آهنگ بعدها به اسم مسبب معروف شد. بله. یعنی شعرش از آقای معینی کرمانشاهی هست و آقای گلچین اجراش کرده بودن. وقتی که پدر مادر من به مقاومت پیوستن میخواستن برای اولین بار به اشرف بیان. به اونجا اومدن و دوستان اشرفی و مجاهد اونجا همراهیشون میکردن. پدر مادرم به سر مزار شهدای فروغ جاویدان رفتن و در اونجا پدر من دیدن که آهنگشون داره اونجا پخش میشه. پرسیدن که جریان چیه؟ اون دوست همراه بهشون گفتن که این آهنگ شماست به اسم مسبب که ما بر سر مزار فروغ جاویدان پخش میکنیم. پدر من گفتن اسم این آهنگ مسبب نیست، اسمش فروغ جاویدانه. بعد از اینکه پدر من برگشتن به آلمان از سفر عراق، پدرم به من گفتن اون زمان که من 30 سال پیش، از اون موقع 30 سال پیش بود، 30 سال پیش این آهنگ رو می ساختم، به اینجا و الان وصل بودم که من این حالت رو ساختم. پدر من چنین رابطه نزدیکی با اشرف داشت و واقعا شما این رو در اول سوالتون خیلی خوب توضیح دادید. و این پیوند اصلا از خود این ترانه و زیباییش خیلی خوب پیداست. همونطور که گفتین ترانه‌ای هست که همواره در مزار شهیدان مجاهدین پخش میشه و اینطور یاد زنده یاد عماد رام هم گرامی داشته میشه. چه خاطره جالبی. ما هم از شما خیلی تشکر میکنیم بابت شرکتتون در این گفتگو، بابت همه زحماتی که در کارزار دفاع از اشرف کشیدید، کارزاری که البته میدونم همچنان ادامه داره و خودتون هم همچنان فعالانه به عنوان یک حقوقدان و مدافع حقوق بشر در اون شرکت دارید. چه خوب شد که امروز هم در رابطه با کارزار اشرف گفتید و هم یاد هنرمند برجسته عضو شورای ملی مقاومت زنده یاد عماد رام رو با هم گرامی داشتیم. خیلی خیلی ممنونیم از شما. در اینجا میخوام به یک مسئله اشاره بکنم. بله بفرمایید. درباره مسئله اشرف، به نظر من اشرف مثل یک گیاه بسیار بزرگ و با شکوه و زیباست که همه جا ریشه دونده و همه جا شکوفه میده و هر روز گلهای زیبا رویش پیدا میکنن و اشرف نشانها به نظر من در سراسر دنیا هستن. اجازه میخوام اینجا به همه کسانی که در این برنامه شرکت کردن درود بفرستم و همینطور به همه اشرف نشانهایی که در همه صحنه ها در کارزار بزرگ